اگر نام ژژق لوکوت یا بهتر بگیم JLC رو برای دوستداران ساعت ذکر کنیم، معمولا به مدل ریورسو فکر میکنن. نام اون رو برای خبره‌های ساعت بگید تا اونها به شما بگن که شرکت‌های کمی میتونن با سابقه طولانی و فوق‌العاده برند ژژق لوکوت برابری کنن. این شرکت نه تنها در طول تاریخ تقریباً 190 ساله خود ساعت‌های با کیفیتی رو تولید کرده، بلکه برای برندهای مانند واشخان کنستانتان، آدمافیه، IWC، برگی و پاتک فیلیپ نیز موتورهای زیادی رو تولید کرده. خدمت قسمت لوکوت از ژژق لوکوت به سال 1833 باز می‌گرده، زمانی که آنتونی لوکوت یک کارخانه ساعتسازی در لوسانتی سوئیس نه چندان دور از محل فعلی کارخانه افتتاح کرد. لوکوت یک ساعتساز با استعداد. در سال 1844 اون میکرومتر رو اختراع کرد، اولین ابزاری که قادر به اندازه‌گیری 1 میکرون بود. در سال 1847 اون سیستم کوک کردن به وسیله سرکوب و ارتقا داد تا علاوه بر کوک کردن بتونه ساعت رو هم تنظیم بکنه. لوکوت به دلیل نوآوری و کیفیت شهرت خودش رو سریع به دست آورد و شرکت اون شکوفا شد و به تامین کننده پیشرو در موتور، قطعات و ابزار صنعت ساعتسازی سوئیس تبدیل شد. شرکت لوکوت همچنین موتورهای پیچیده دارای ریپیتر، کرونوگراف، تقویم و نوآوری‌های مانند کم ضخامت‌ترین کالیبر ساعت جیبی جهان با ضخامت 1.38 میلیمتر در سال 1903 تولید کرد. در سال 1925 دیوید لوکوت، نوه مؤسس شرکت خود را با شرکت ادموند ژژق ادغام کرد که موتورهای ساعت را برای کارتیه تامین می‌کرد. این شرکت شروع به فروش ساعت‌هایی تحت نام ژژق لوکوت کرد. این شرکت به نوآوری خود ادامه داد. در سال 1928 ژژق لوکوت ساعت اتموس رو معرفی کرد که هرگز نیاز به کوک کردن نداره. منبع انرژی اون تغییر دمای هواست که با تغییر 1 درجه دما انرژی ساعت به مدت 2 روز تامین میشه. در سال 1929 کوچکترین موتور مکانیکی جهان کالیبر 101 با وزن کمتر از 1 گرم ساخته شد. در سال 1931 ریورسو افسانه‌ای برای اولین بار ساخته شد. طبق شواهد این ساعت برای کمک به افسران بریتانیایی مستقر در هند طراحی شده که از ساعت‌های خودشون در حین بازی چوگان محافظت کنند. ریورسو ساعتی که قاب اون برمیگرده تا بخش پشتی محافظ یا چهره دیگه ساعت نمایان بشه. این ساعت یک نقطه عطف طراحی در صنعت ساعت‌سازی. ریورسو برای مدتی محبوب بود، اما از مد افتاد تا اینکه در دهه 1960 یک فروشنده ایتالیایی که از کارخانه ژژق لوکوت بازدید میکرد و وارد فروش نرفته رو دید، اونها رو خرید و مجهز به موتور کرد و اونها سریع فروش رفتن. امروزه مدل های ریورسو در اندازه ها و رنگ های مختلف در هر سطحی از پیچیدگی وجود داره، در حالی که دارای تولید مداوم نبوده. از زمان معرفی مجدد اون در اوایل دهه 1980 به یک نماد ساعتسازی تبدیل شده که و این کالکشن بخش قابل توجهی از کل فروش ژژق لوکوت رو به خودش اختصاص داده. در سال 1932 لوکوت تلاش کرد تا اکثریت سهام شرکت پاتک فیلیپ رو بخره، اما به چارلز و ژان استر که شرکت آنها تامین کننده صفحه ساعت پاتک فیلیپ بود شکست خورد. در طول بقیه قرن 20 ژژق لوکوت ساعت‌های بی‌نظیر و بسیار کلکسیونی با قیمت متوسط از جمله تعدادی ساعت‌های زنگدار مانند مموواکس، دیپ سی آلارم و پولاریس و همچنین ساعت ژئوفیزیک که در ادامه درباره این ساعت صحبت می‌کنیم رو در سال 1958 برای کاشفان قطبی تولید کرد. همه اینها امروز در بین کلکسیونرهای قدیمی بسیار محبوبند و قیمت اونها در دهه‌های گذشته افزایش زیادی پیدا کرده. البته مدل مموواکس هنوز کاملا مغروم به صرف است و نقطه ورود بسیار عالی به دنیای کلکسیون ساعت‌های وینتیجه. این شرکت در دهه 1970 با روزهای سختی روبرو شد و مانند برند IWC توسط شرکت آلمانی VDO نجات پیدا کرد و امروزه در مالکیت شرکت ریچموند. ژژق لوکوت علاوه بر تولید مداوم ساعت‌های مشتری پسند که معمولاً ارزش فوق‌العاده‌ای نسبت به قیمت‌هاشون دارند، برندیه که دائما در تحقیق و توسعه است و سرمایه‌گذاری زیادی رو میکنه تا مکانیزم‌های جدیدی ایجاد کنه و ساعت‌های موجود رو بهبود بده. این سرمایه‌گذاری در کالکشن دومرت و هیبریس مکانیکا خودش رو نمایش میده، به طوری که در کالکشن دومرت ساعت‌هایی با یک اسکیمنت وجود دارن که 2 موومنت جداگانه رو به کار میندازه که در اونها زمانسنجی، تنظیمات و مکانیزم‌ها به طور مستقل عمل میکنن و در کالکشن هیبریس مکانیکا که شامل ساعت‌های توربیون‌های استثنائیه، به عنوان مثال ژیرو توربیون و اسپیرو توربیون.
در سال 1958 ژژقلکوت یک ساعت ویژه برای یک سفر زیر دریایی قطبی به نام ژئوفیزیک ساخت. قرار بود این یک زمانسنج با دوام و بسیار دقیق باشه و این ساعت بهترین کاری رو که برند ژژقلکوت میتونست در اون زمان انجام بده رو نشون میده. بیش از نیم قرن بعد این ایده در ژئوفیزیک ترو سکند احیا شد. ساعتی دیگر با دقت بالا، این بار دارای مکانیزم دد بیت. JLC در حال حاضر ساعت‌هایی با طیف گسترده از مکانیزم‌ها، فلزات، طرح‌ها و صفحه‌ها رو می‌سازه. لکوت یکی از معدود شرکت‌هایی در سوئیس که هنوز موتور، قاب، صفحه، عقربه و بند ساعت خودش رو تولید می‌کنه و لقب ماندگار این برند به عنوان ساعتسازان بسیار شایسته است. ممنون که همراه ما بودید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.